توی این ویدیو برای کارفرمای عزیز اختلاف قیمت فاحش بین فوم بتون و پوکه رو برای کفسازی میخوایم مقایسه کنیم. ببینید هزینه هاتون چقدر تفاوت میکنه. در کفسازی به روش پوکه ریزی کارفرما 3 هزینه رو باید پرداخت کنه. یک هزینه کارگر و اوستابنا جهت بالا بردن مساله و پهن کردنشون که معادل 44000 تومنه. دوم هزینه خود پوکه است که در متر مربع 33000 تومنه و سوم هزینه ملاتی هست که روی پوکه باید اجرا بشه و اونم 25000 تومنه. مجموع هزینه کفسازی 1 متر مربع با پوکه برای کارفرما 98000 تومان میشه. حالا بریم محاسبه کنیم هزینه‌ای که کارفرما به ازای 1 متر مربع اجرای فوم بتون باید پرداخت کنه. یه هزینه نصف کیسه سیمان که معادل 25000 تومنه و دوم هزینه اجرت اجرا که میانگین 20000 تومنه و مجموع هزینه کفسازی 1 متر مربع با فوم بتون برای کارفرما 45000 تومان میشه. 45000 تومان کجا؟ 98000 تومان کجا؟ علاوه بر اینکه سرعت کار با فوم بتون تا 7 برابر بیشتر میشه و بار مرده ساختمون چندین برابر کمتر.